تمپورال میگیم یک بخش اسکواموس داره، بخش صدفی داره که اینجا هستش. یک بخش پتروماستوید داره که این بخش پتروماستویدش حساب میشه. یه بخش تیمپانیک داره، این بخش تیمپانیکش هست همش. این هم زاده استایلویدشه که معمولا زاده استایلوید شکسته. اسکواموسش میگیم یه سطح داخلی داره، یه سطح خارجی داره. کناره‌هایی هم براش در نظر میگیریم، کنار قدم فوقانی و قدم خلفی فوقانی خلفی براش در نظر میگیریم. سطح داخلی و سطح خارجیش ناودان باید پیدا کنیم برای عبور شریان. یه ناودانی وجود داره برای شریان دیپ تمپورال، از میخواد بیاد به سمت بالا از شاخه شریان مگزیلری ما هستش. سطح داخلیش هم بازم ناودان میبینیم برای شریان میدل مننژیال که میخواد بیاد شریان میدل مننژیال به سمت بالا، اینجوری اثر میذاره روی سطح داخلی. ناودان برای شریان میدل مننژیال. توی سطح اسکواموسش ما یه زایده می‌بینیم، زایده زایگوماتیک هستش. این زایده زایگوماتیک من دو تا ریشه داره، ریشه قدامی، ریشه خلفی. ریشه قدامی، ریشه خلفی. ریشه قدامی ریشه تکمه‌ای داره، آرتیکولار توبرکل. بین ریشه قدامی خلفی اینجا ما یه حفره میتونیم پیدا کنیم. مندیبولار فوسا هست که مفصل تی ام جی اینجا میخواد تشکیل بشه، کندیل مندیبل اینجا میخواد قرار بگیره. اینو ادامه بدیم به سمت عقب به یک کرست برجسته میرسیم. سوپراماستوید کرست اسم اینه که از اون طرف به تمپورال لاین میرسه. پایینش ما یه دونه حفره میبینیم، یه سوراخی میبینیم، مثلثی میبینیم. این مثلثش هستش که سوپرامئاتال تراینگله که زیرش به آنتروماستوید میتونیم دست پیدا کنیم. معمولا یه اسپاین اینجا وجود داره که سوپرامئاتال اسپاین اسمش باشه. مئاتال هم بالای مئاتوس اکسترنال اکوستیک مئاتوس، سوراخ خارجی گوش من اینجا قرار گرفته، به این اسم خوانده میشه. بعدش در مورد ریشه‌هاش هم صحبت کردیم. سمت ماستوئید میایم. ماستوئیدمون هم که خب این میشه زائده ماستوئید من، زبر. معمولا توی سطح خلفی ماستوئید معمولا ما یه سوراخی میتونیم پیدا کنیم که ماستوئید فورامنه. از اون طرفی ماستوئید فورامن ما به سینوس سیگموئید ما راه پیدا میکنه، یه ورد امیشاری از توش داره عبور میکنه. توی سطح داخلی تمپورال، سطح داخلی ماستوئید تمپورال بلافاصله ما یه ناش میبینیم، ماستوئید ناش هستش. داخلتر از اون یه ناودان هست، اکسیپیتال گروف. شریان اکسیپیتال از تو این رد میشه، بطن خلفی از روی دیگاستریک داره به اینجا وصل میشه. بعدش هم که این هم که همون سوراخ ماستوئید هست که به داخلم راه داره، از داخلم دیده میشه سوراخ ماستوئید ما. میایم به پتروس میرسیم. این پتروس هستش، براش سه تا سطح رو در نظر بگیم. سطح قدامی، سطح خلفی، سطح تحتانی. این میشه کنار فوقانیش، این کنار قدامی میشه، اینجا میشه کنار خلفیش. توی سطح قدامی پتروس از راس به سمت خارج که حرکت کنیم اینجا یه فرو رفتگی میبینیم. ترژمینال ایمپرشن هستش، نزدیک فرمول لستروم میفته. محل گانگلیون عصب ترژمینال رو داریم. همینجور که میایم ما اینجا یه برجستگی میبینیم. برجستگی که اینجا هستش آرکیویت امیننس، برجستگی قوسی شکل مربوط به نیم دایره، در واقع مجاری نیم دایره قدامی یا فوقانی هستش که این برجستگی داره ایجاد میکنه. بعد اینجا دو تا تو سطح قدامی پتروس دو تا ناودان و سوراخ واسه ببین. اینی که جلوتره مربوط به لسر پتروزال هست، اینی که عقب‌تره مربوط به گریتر پتروزال است. در واقع این مربوط به سمت راسته. حواستون باشه بچه برعکس که بگیرید برعکس میشه دوباره. پس این گریتر لسر هستش. میگیم لسر به فورامین اووال راه پیدا میکنه، گریتر پتروزال میخواد بیاد سمت لستروم. تو سطح خلفیش ما یه سوراخی میبینیم که اینترنال اکوستیک مئاتوس ما هستش. اینترنال اکوستیک مئاتوس به سمت عقب‌تر حرکت بکنیم یه دونه زائده ناخونی شکل هست که اونجا مجرای اندولنف رو میتونیم ببینیم. اندولنفاتیک آکوئداکت اونجا کیسش بیرون میزنه. بعدش بین این دوتا هم ما یه سوراخی میبینیم، ساب آرکید فوسا. اینی که اینجا هستش ساب آرکید فوسا اسمش. تو کنار فوقانی یه ناودانی وجود داره. ناودان برای سینوس پتروزال فوقانی هست که اینجا دیده میشه. اینجا هم که یادم رفت تگمن تیمپانی میشه توی سطح قدامی بعد از آرکیویت امیننس. این ناحیه همش میشه تگمن تیمپانی، سقف صندوق سماخ من میشه بچه. دیگه تو سطح تحتانیش ما توی سطح تحتانی اینجا اون ناحیه زبر و خشنی هستش که مربعی شکل اتصالات عضلانی باهاش داره. همینجا دنبال سوراخ شپور استاش میتونیم بگردیم که این شکلی میتونیم سیممون رو رد بکنیم و به شیپور استاش برسیم. این میشه سوراخ شیپور استاش من. تو همین ناحیه سیم از توی گوش خارجی بیرون میزنه. فارنگو تیمپانیک تیوب هستش. این میشه کانال کاروتید من.
این شکلی کانال کاروتید. این میشه ژوگولار فوسا. ما ژوگولار فوسا رو اینجا میتونیم اینجوری ببینیم که اینجا قرار گرفته. یا میشه برجستگی در واقع فرو رفتگی گانگلیون عصب گلوسوفارنژیال من. کانالیکولوس رو هم واسه بگم، کانالیکولوس این میشه تیمپانیک کانالیکولوس بچه‌ها. اینجا بایستی کوکلار کانالیکولوس رو ببینیم، جایی که فرو رفتگی عصب گانگلیون عصب گلوسوفارنژیال من هستش. و اینم ماستوید کانالیکولوس هستش که اینجا قرار گرفته. این از کانالیکولوس ها. این که اینجا هستش بین ژوگولار فوسا و کانال کاروتید، این میشه تیمپانیک کانالیکولوس. تو این مشخص، تو این استخوان مشخص تیمپانیک کانالیکولوس. این میشه ماستوید کانالیکولوس و این هم میشه سوراخ استایلوماستوید. این هم ماستوید کانالیکولوس. این زایده استایلویدشه. بین زایده استایلوید و ماستوید سوراخی که داریم سوراخ استایلوماستوید عصب زوج 7 داره بیرون میزنه. از اینجا ما اینجا درز گلازه داریم، استخوان تیمپانیک ما هستش دیگه. این هم درزی هم که اینجا دیده میشه، این کاملا صفحه پتروس مشخص، این پتروس دیگه ایناش. این پتروس از اینجا ظاهر شده، بین اسکوام و تیمپانیک ظاهر شده و این شکاف من رو به دو قسم تقسیم کرده. پترو اسکاموزال اون جلو میفته، پترو تیمپانیک پشت میفته. پس درز گلازرمون هم اینجا هستش که قابلیت رؤیت داره. این هم که گفتیم تیمپانیکمون هست، این قسمتی از تیمپانیک که میاد زایده استایلوید رو پوشش میده، این ناحیه میشه زایده واژینال استخوان تیمپانیک من. الان اینجا میشه ناودان برای سینوس پتروزال فوقانی، اینجا میشه ناودان برای سینوس پتروزال تحتانی. اینا ناودان برای سینوس پتروزال تحتانی. اینجا که گفتیم فرو رفتگی ترژمینال هست، اینجا میشه فورامن لستروم. اینجا میشه فورامن لستروم. ما همینجا کانال کاروتید هم میتونیم ببینیم. این الان سیم من از این طرف کانال سوراخ کاروتید در اومده، از کانال کاروتید منم اینجا هستش که ظاهر میشه کانال کاروتید. تو جمجمه کامل فقط ما این چند تا رو هم میتونیم اضافه بکنیم توی تمپورال تنها، اما همه چیزا تقریبا دیده میشدش. فرمول ژوگولار هم که بخوایم نگاه کنیم، این میشه سوراخ ژوگولار من. این میشه ژوگولار که از پایینم که نگاه کنیم همچین نمایی داره. نمای خشنی داره، ظاهرش کاملا واضح نیست، حاشیه‌هاش مشخص نیست. این فرمول ژوگولار میشه، جایی که ما تمپورال رو داریم. همین